دل انسان با کاروبار دنیا، با مشغولیت و کارهای بی‌معنا زنگ میزند یا به دیگر عبارت گوییم ایمانش ضعیف میگردد. چون اصل ایمان به قلب و دل بنده مؤمن که جایگیر است، ایمان به طاعت و عبادت قوه میگیرد و با معصیت و غفلت و بیهودگی ضعیف و سست میشد و یا نورش کم میشد. در روایت شریف آمده است که تازه کردن زنگی دل بنده با شنیدن قرآن میشد، با گفتن ذکر میشد. قرآن که افضل ذکر است، هم تو خواندن آن با وجودی که معناش انسان نفهمد هم دلش به نور میبخشد. شنود همچنین قلبش به نورانیت پیدا میشد، ایمانش قوت میگیرد. اگر در برابر خواندن یا شنیدن از معناها و مندرجه‌هاش، مضمونهاش قدر خبردار باشد، باز قوه تاثیرش مضاعف میشد، چندان مراتب زیاد میشد. برای همین شما خبر دارید ما گاه در موضوعهای گوناگون موعظه میکنیم و باز بسیارتر از همین قرآن کریم بعضی از سوره ها شرح و بیان میکنیم، تفسیر میکنیم که یک معنویت نورانیت حاصل شود و از گفته های خالقمان همه آگاه گردیم. خیلی که سوره یاسین را گفته بودیم، سوره ملک را، سوره واقعه، سوره انسان. از سوره بقره چند مدت طولانی گفتگو کردیم. ما تصمیم گرفتیم امروز باز یکی از سوره های متبرکه که اکثری شما بسیار شنیدید و بسیاری ها دوست هم می‌دارن اون سوره را، همون را آغاز کنیم. سوره عمه که الله تعالی چه چیزها گفته است به ما و شما، چه سخنها دارد در ضمن این سوره مبارکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عما یتساءلون. از چی میپرسند این آدم ها بین همدیگرشان؟ از کدام چیز سوال و جواب دارند، پرسجو دارند؟ یعنی سبب نزول این سوره همین که وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستاده شدن و دعوت به ایمان به خداوند یگانه و به رسالتشان کردند و از مهمترین واقعه ها خبر دادند، یعنی سر کرده از روز قیامت، از زنده شدن بعد از مرگ. این خبرهای مردم شنیدن بعد دیگر حیرت و تعجب بماندن. بعد بین هم پرسجو میکردن این قیامت بوده است، زنده شدن بوده است، مرده زنده میگشت است، سوال و جواب بوده است، جنت و دوزخ بوده است، اینها راست باشد یا دروغ. این اینش میپرسید ولی این میپرسید، همین گپ میشد که همین گپایی که محمد علیه السلام گفته ایستاده است، تو چی فکر داری؟ تو قبول داری آیا؟ بعضی هاش قبول کرده ایمان آورده، بعضی هاش نه، بعضی ها دوگمانه، متردد، شک و شبهه، همین خیلی حالتهای گوناگون رخ داد. بعد الله تعالی همین گفته ایستاده است که این مردم از چه چیز با هم پرسجو دارن، کفت و کاف دارن. بعد دوامش رو گفت که عن النبأ العظیم، این مردم از یک خبری بزرگ کفت و کاف و پرسجو دارن، همدیگرشون میپرسن از یک خبری بزرگی که اونها شنیده ایستادن. این خبر نهایت خبری بزرگ است. مایده چویده گپا به آدم ها مثال تعجب بمونده چه خیل بوده است، راست باشد می دروغ باشد می گفته، بیهوده گپا به این خیل فرو نمیرن.
یا اون خبری نهایت بزرگ باشد، همون بزرگیش برسد، گفتگو و سوال و جواب بسیار میشد. الذین فی مختلفون، درباره آن خبر کشمکش و پرسجو دارن، باور و ناباوری دارن که آنها درباره آن خبر اختلاف کنندگان هستند. هر کی هر خیل فکر و اندیشه دارد. مؤمنها خیلی معلوم هستند، یقینا باور دارند در برابری شنیدنشان از پیامبر خدا که قیامت میشد، در حال قبول میکردن، شک و شبهه راه نمیدادند. کافران مشرکایی که صرف چی هستند؟ خواهشی باور کردن ندارند، قطعا رد میکردن، تکذیب میکردن، باور نمیکردن. باز مابین کسانی بود که دو دیده بود. اگر دروغ گویدگر از پیامبر خدا یگان بار در حیاتشان دروغ را نشنیدند و نآزمودند. راستگویان عقلی ناقصشان نگرفته است. همین خیلی متردد و گمان شده ماندگی ها. خلاص در موضوع قیامت پرسجوی مردم نگاه دارید، مردم اختلافی نظر دارند. بعضی ها قبول، بعضی ها رد، بعضی ها شبهه. و این زمان به همین خیلی حاضرم، همین خیلی حاضرم بسیاری ها هستیم که قبول نمی کنن، از جمله غیر مؤمن ها هستند، قبول میکنگی ها مؤمن، شک و شبهه به دوچار گشتگی ها هم کم نیستند. حتی در بین بنا مسلمان ها نیست، هستند کسانی که یقین باور ندارند به این گفته ها. بعد الله تعالی گفت که کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، هرگز چنین نیست. یعنی باور نکردنشان، شبهه به افکندنشان نادرست است، کار خطا میکند اینها. چرا که سیعلمون به زودی میدانند، حقیقت آشکار میشد، پرده برداشته میشد، بعد میدانند که این گپ راست بوده است. الله تعالی این دویم مراتب تکرار کرد. کلا سیعلمون گفت، با دویم مراتب ثم کلا سیعلمون. پس البته که میدانند به زودی حقیقت این سخنهای پیامبر خدا به شک و شبهه هاشون باقی نمیماند. اما دانستن در جایی که موردش نیست دیگر فایده هم ندارد. دانستن و باور کردن باید در همین حیات دنیا باید باشد. جان در بدنش وجود داشتگی باید که باوری در صورتی که مکلف است، عاقل و بالغ است، امکانیتی بندگی هست، همون صورت رو باید باور کند. بعدی که جانش به حلقومش که رسید و پرده غیب آشکار شد و حقیقت آخرت نمایان شدن که گرفت، دیگر فایدهش نیست. بعد برای اینکه الله تعالی حجت را ثابت کند برای برحق بودن این وعده ها، برای راست و درست بودن روز قیامت، برای حقیقت داشتن زنده شدن بعد از مرگ، کمتر مردم اندیشه به وادار کرده عقلشان کار فرمان و همین چیز به تردد و شبهه هاشون دور شود. الله تعالی چند از قدرت و عظمت و کارسازی و کارنمایی هاشه به مردم همچون منت، همچون حجت بیان کرده استاده است که یه بار فکر کنه آن ذات توانایی که من همین کارهای کرده است، نخواد که زنده کردن شما کاری مشکل باشد. ذاتی که همچنین کارها را در این دنیا به شما نشان داده است، نخواد که عاجز باشد از قیامت برپا کردن و به جنت و دوزخ شما را داخل کردن. بعد همینجا نه تا حجت ذکر کرد، 9 تا بزرگی های قدرتش بیان کرد که گفت الم نجعل الارض مهادا، آیا نگردانیدیم زمین را تکیس و هموار به مثل کرپه برای شما؟ خدا یک چیزهای را سوال میکند که وی جوابش به فقط خدا کرد، همونه گفتم جواب داده میتونه، دیگه خیلی جواب وجود ندارد. همین کره زمین برای زندگی کردن و بهره‌بری کردن از حیات دنیا آنقدر هموار کرده آفریده است
یگان قوه در دنیا، یگان مخلوق موجودی هست که من کردم گفت نمیتوند. سوال میتید که پروردگار جوابش رو بنده بغیر از اعتراف خود خداوند قدرتش اعتراف کردن دیگر چاره ندارد. برای گفت آیا نگردانیدیم زمین را هموار نرم برای زندگی شما؟ والجبال اوتادا، آیا نگردانیدیم کوه‌ها را میخها به مثل میخها؟ همین زمین میخهایش کوه بوده است. همین کوه نباشد زمین بلرزه می‌دراند است، آرام و چی نمی‌گرفته است، همیشه مضطرب لپیده می‌ایستاده است. همین کوه‌های بزرگ دنیای پروردگار همچون میخ زمین بر آفریده است و قرار داده است که زمین به حال خود قرار بایستد، بعد مردم زندگی کنند. آیا کسی گفته میتواند نه کوه من ساختم؟ نه. همون ناچار هست بگویی که نه هیچکی نساخته است. اگر گویی که زمین هیچکی تمام نکرده است خودش و خودش است، گویی یک گپی احمقانه است. که خود به خود هم تو پیدا شده است، گویی این یک جاهلانه است. من کردم گویی تو نکردی، دانشمندا و اهل عالم کردم گویی نه نکرده است. ناچار میشه گویی که خدا کرد. آره پروردگار تو که همین چیز را تو آفریدی. و خلقناکم ازواجا، و خلق کردیم شما را جفت نر مادر، زن و شوهر، دختر و پسر. همین نمود ما آفریدیم شما یکی نسل شما دوام می‌یابد، حیات شما ادامه می‌یابد به واسطه یعنی حکمت ما که ما هر یک شما را جفت آفریدیم. این هم یک نعمت ماست برای شما. یا کسی هست بتواند بگوید که نه من آفریدم، این جفتای من کردم گفت. دختر من پیدا کردم، پسر من پسر کردم، دختر من پسر کردم. گفته میتواند نه، عاجز است بنده از این چیز. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه این فی ذلک لآیة لکم این کنتم مؤمنین. یعنی همین مضمون به دیگر سوره و آیت در متعارف است که از جمله آیت و نشانه های تعالی این است که برای شما از نفس خودتون جفت ها آفرید، از جنس خودتون جفت مرد زن کرد که هر دو از جنس آدم هستند، از دیگر جنسیت های دیگر حیوانات نکرد. لتسکنوا الیها، ما شما را جفت در آفریدیم تا سکون آرام شوید با آن. بین شما مودت و رحمت، مهربانی، دلسوزی قرار داد، الفت عطا کرد که زندگی ادامه میدید. بین زن و شوهر به همین خیلی مودت نباشه دیگر همیشه یک عمر یک جا زندگی کردن امکان ندارد. قلب یکدیگرش به یک مودت و مهرش انداختی با وجودی هم دیگر نافهمی ها با وجودی هزاران مشکلات بینشان، باز هم اون الفتی باطنیشان به حرکت میاد و باز حیات را ادامه دادن میگیرن. این قدرت پروردگار است. این فی ذلک لآیة لکم این کنتم مؤمنین. این کار ما به آیت است برای شما، نشانه حق بودن ماست اگر به شرطی که شما مؤمن باشید. مؤمن نباشید این چیزهای صد گویید که به پول نمیگیرید. و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا، و گردانیدیم ما خواب شما را برای دفع خستگی. دلیل چهارم نه چیز خدا بیان کرد. چهارمش این که گردانیدیم ما خواب شما را برای رفع خستگی، دور شدن ماندگی. دوام روز شما مهنت و مشقت کار و بار میکنید، مانده میشید، خسته میشید. اساسی ترین چیزی که ماندگی و خستگی شما را برآورده شما از نو با قوت میکند، برقرار میکند قوه جسمانیتان و روحانیتان، این خواب است.
عذاب بیخوابی اکثر شما ممکن کشیدگی گاه بیمار شوید و خواب نبرد سخت‌ترین عذاب است. به جای خواب دیگر نمودی استراحت فرض کنید کارفرما و جای خواب بگیرند نمیشد. هم تو دراز کشید و خوابتون نبرد و یکان راحت نمیبینید. همین خواب برد اگر 1 ساعت نیم ساعت باشدم خواب انسان برد اگر تماما دیگر شده میخیزد. این خدا میگه ما همین نکردیم. شما به همچون یک نعمتی بزرگ، همچون یک برقرار کردن سلامتی، همچون یک قوه‌ای برای طاعت و عبادت خواب را در داخل شما جای کردیم و دادیم که هر روزه ماندگی های خود را با همین خواب کردن چکنید برای با زندگی دوام کنید. خواب نباشد حتی انسان میمورد، لیکن معیارش را مقرر کردیم. خواب باید در وقت خود باشد. خواب سبب نشود که از نماز انسان بماند یا از دیگر مهماتی کارهای دنیای آخرت بماند. هر چیز معیار اندازه خودش دارد. و جعلنا اللیل لباسا و گردانیدیم شب را لباس به مثل لباس برای شما. شب که شد همه جا تاریک میشد به مثل که لباس بدن انسان رو میپوشاند، شب تمامی دنیا رو میپوشاند. بعد این پوشش شبانه یک قوه میشد برای باز هم خوبتر شما استراحت کردنتان. چطوری که مثلا شب به خواب میکنید و راحت کنید میخیزید، روز به خواب کنید و راحت نمی‌آید، سردرد شده گرم شده میخیزید. خوابی شب 1 ساعتش از چند ساعتی خوابی روز بهتری میکند. برای اینم مینت کلاس که ما برای شما شب آفریدیم که همچون لباس پوشیده میشید، بعد آرام خواب میکنید. و جعلنا النهار معاشا و گردانیدیم روز را معاش، وقت زندگی برای کار و بار برای شما. روز هست که کار و بار همه اصلا یک کسب و کارش و زندگی پیش بردن زندگیش میباشد. کاری شب خنده روز میگم که کاری که در روز کرده میشد شب بکنید دیگر ممکن خوب نمیشد. شب هم کار کردن هست، لیکن کاری که در روز باید کرده شود به مثل در شب بکنید دیگر به مثل روزانه کردگی نمیشد. این شب و روز هم یک نعمتی مخصوص بزرگی پروردگار است. و بنینا فوقکم سبعا شدادا. دیگر از نعمت ما یا اینکه قدرت ما یا اینکه آیت و حجت ما برای شما این است که بنا کردیم بالای سر شما 7 خبر آسمانی مستحکم را. آسمانی بلندی استوار و مستحکمه که همون چیز وجود دارد که شما زندگی میکنید. یعنی مستحکم است که با مروری میلیون ها سال برقرار ایستاده است. یگان قوه نیست که آسمان رو خلالدار کند و فتور رساند. همین بر هوای بلند بودنی بالای سر انسان، فضای انسان یک نعمت پروردگار است. اگر یک جایی پست یا همون سقفش پست را برید دلتون تنگ میشد. این خانه هم اگر بر هوا باشد بلند باشد بر دلتون کشوده میشد. پستر باشد تو دلتون چی تنگ میشد. و خدا این خانه دنیا را همچنان سقفش را بلند کرده آفرید که دیگر فقط از تماشای اون لذت میبرید و از باد و هوای اون راحت میکنید. خالق این بدون بشناس خبری رساندگی هاش قبول کنید. و جعلنا سراجا و هاجا. باز برای بالای تار سر شما سراج و هاج، چراغ نورفشان را آفرید که آن آفتاب است. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. یعنی دلیل نهم، حجت نهم این است که الله تعالی میگه و نازل کردیم ما از معصرات، یعنی از ابرهایی که دارای آب است، از ابرهای بارنده نازل کنونده آب فجاج را، آب سخت ریزنده را. یعنی از ابرها یک قدرت دیگری ما این است که از ابرها یکی پر از داخلش آب است، همچنان آب را ریزانیدیم برای شما به زمین شما، به کشتکار شما که ریزان آب ریزشش بسیار تیزی کتی. نگاه کنید باران ریزشش از همون ابر تا زمین همین خیلی به شست آمده میرسد که این دانه، این قطره آن به دیگر قطرش آمیخته و علمش نمیشد. اگر آب سوست فرادر است اینش به اینش رسیده، این خیلی یک جا به یک خیلی همه جا به نمیرسد. قدرتش بینید که هر یک دانه که از ابر کنده میشه تا زمین علاوه خودش دیگر قطره به عرلش نشده آمده میرسد. دفق شستی تیز کتی، قوه سرعتی تیز کتی آمده از همون چند کیلومتر بالا تا زمین رجعون نکرده راست آمده میرسد. چرا این آب را ریزانیدیم؟ لنخرج به حبا و نباتا، تا اینکه برآوریم به این آب دانه و نبات را. برای شما دانگی ها بیرویانیم، جو و گندم بیرویانیم، دیگر دانگی هایی که سبب غذای شما هست، سبب قوت شما از اون رو بیرویانیم. شما گفته همون چیزهای آفریدیم و کردیم و رویاندیم. نباتات، علفها، گیاهها که یک قسم نباتات برای خود انسان، با دیگرش برای چارواهای و دیگر حیوانها بهره میبرند، باز منفعتش برای با انسان برمیگردد که گوشت و روغن میشه. و جنات الفافا، تا بیرویانیم باغ‌های با هم پیچیده، باغ‌ها، درختزارها، جنگل‌ها که با هم پیچ درختاش با هم گویا که پیچیده است و یک منظره خوبی بهترین گشته است، سرسبز و خرم که از تماشای اون بهر دل انسان کشاده میشه. این همش ما کردیم به شما برای اینکه باغ و بستان شود. ما برای ما ابر فرستادیم، ابر پر از آب کردیم، آب رو بارانیدیم تا از همه اینها شما کننده و دهنده و عطا کننده و آفرنده این نعمتها را بشناسید و شناسید و سخنش را قبول کنید و حقش را اجرا کرده بندگی به جا بیارید. باز آخرتی خودتان آباد شد و باز صاحبی یعنی جنت شوید و از این نعمتهای دنیا بودگی و این بودگی نعمتها صدها میلیارد بار برتر و بهترش صاحب گردید و خلاص فقط راحت کنید، مهنت و رنج و زحمت نکشید. نیکین بنده ها باز هم نمیخوان تنیس از نفاریدگی میگن که همین نعمت های پروردگار نبینن، ناشکری میکنن، ناتنتگی، انکار میکنن، رد میکنن، باور نمیکنن یا باور کنن هم اطاعت نمیکنن، عبادت نمیکنن. همین خیلی خواه. برای این مفسر اخیرش گفتن که فهذه تسعة أدلة اقامها سبحانه علی ان البعث حق. پس این 9 دلیل است که الله تعالی همین 9 دلیل را قائم کرد، برپا کرد، ثابت کرد، فهما کرد، به شما رسانید. برای چی این دلیل ها را آورد؟ به اینکه بعث حق است. این چیزهای قبول کنی ناچاری که تمتی که قیامت حق است. ذاتی که چنین کارها را کند زنده کردن مرده به نزد چیزی نیست. و هی ادلة مشاهده محسوسه، دلیل های را ذکر کرد که همشه هر یک انسان مشاهده کرده، حس میکند. یعنی این کوه و دشت و بیابان و آسمان و زمین و همش پیش چشم ما و شماست. هیچ کس این نه گفته نمیتوند.
لا یستطیع عاقل انکار واحد منها. یگان شخص عاقل انکار کرده، رد کردن این گفته ها را ندارد. و مادام الامر کذالک فکیف ینکرون قدرته علی البعث. مادام که کار چنین باشد، پس چگونه قدرت او تعالی را انکار میکنی که زنده نمیکند؟ مع انه تعالی قد اوجد لهم کل هذه النعم، در حالی که الله تعالی همه این نعمت ها رو برای شما موجود کرد. التي منها ما يتعلق بخلقهم وما منها ما يتعلق بالارض والسماوات ومنها ما يتعلق بنومهم. این نعمت هایی که بعضش تعلق دارد به جسم و آفرینش خود انسان، بعضش تعلق دارد به زمین و آسمان ها، بعضش تعلق دارد به خواب و بیداری، بعضش تعلق دارد به شب و روز، بعضش تعلق دارد به کائنات و آفتاب و ماهتاب و ستارگان، بعضش تعلق دارد به ابر و برف و باران. و بعد ایراد هذه الادله المقنعه لكل عاقل عقد سبحانه ما اختلفوا فيه. بعدی که همین 9 دلیل را الله تعالی ذکر کردوش، هر شخص عاقل قناعتمند میشن از شنیدن همین دلیل های خداوند. قناعتمند، دلش تسکین مییابد که همچنین است، باورش کامل که شد. بعد روز قیامت چگونه روز است، دوام این آیت ها را الله تعالی بیان میکند که استعبدین لا این یوم الفصل کان میقات گفته چگونگی این روز قیامت، بعد تفصیلاتش یا جزئیاتش یا بعضی از احوال و حالتهاش دوام سوره را الله تعالی بیان میکند. و دوام این سوره تا آخر سوره همین فقط درباره قیامت و جنت و دوزخ و حالتهای آخرت است. الله تعالی از این گفته های پروردگارمان هم یکی ما و شما پند گیرنده و عبرت گیرنده و یقین کننده و کامل کننده ایمان بگرداند و از شک و ریب و شبهه و اضطراب در پناهش نگه دارد. و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.